سلام، حالتون چطوره؟ شهرزاد هستم. به کانال من خوش اومدین. اینجا قراره که میکاپ رو با همدیگه از اول یاد بگیریم. خب امروز آموزش پوست سازی رو داریم و مدل عزیزمون پوستشون چرب هستش. مرحله اول همونطور که میبینین با یه تونر که مخصوص پوست های چرب هستش ابتدا کامل پوستش رو تمیز میکنیم. علت این کار این هستش که کاملا پوست تمیز بشه و پوست رو در واقع pH پوست رو تنظیم میکنیم. ببینید که مدلمون هم خیلی شیطونه و میریم سراغ مرحله بعدی. اسپری آبرسان استفاده میکنیم. از اسپری آب مک استفاده میکنم و پوست رو آبرسانی میکنم. بعد از اون از آبرسان کلینیک استفاده میکنم، مدل اویل فری، چون که پوستش چرب هستش. و کاملا پوستش رو آبرسانی میکنم. میتونین با همین کرم زیر چشم ها رو هم یه مقدار آبرسانی بکنید. توی هر مرحله، یعنی بین مراحلی که شما دارین، ما سرعت ویدیو رو زیاد کردیم، اما شما باید تایم بدین که هر یک از این مراحل جذب بشه. از پرایمر الف استفاده میکنم برای منافذش، روی منافذش میزنم. خب طریقه استفاده از پرایمر به این شکل که میبینید، اول به صورت تپ تپ میزنم و بعد آروم آروم به صورت دورانی روی سطح پوست میکشم تا کاملا منافذمون پر بشه و یه سطح صاف رو بعد از اینکه کاملا جذب میشه به شما تحویل میده. ببینین پرایمری که مخصوص پوست چرب هستش، یعنی پرایمری که برای منافذ هستش، رو شما روی بینی و روی منافذ گونه میتونین استفاده کنین. اینجا از پنترلی استفاده کردم، پنترلی مک، برای اینکه یه رنگ خیلی عالی داره برای خنثی کردن جای جوش و اینکه رنگش در واقع خیلی عالی هستش، برای اینکه جوش هایی که حالا قرمز هستن یا حالا لک هایی که روی صورت هستش خیلی خیلی عالی اینا رو کاور میکنه. و ببینید اول من با یه قلم دارم اینا رو روی صورتش میذارم. بعد از اینکه کاملا همه جا رو گذاشتم با قلم، بعد با یه بیوتی بلندر کوچیک، و البته بیوتی بلندرتون باید نمدار باشه، آروم آروم به صورت تپ تپ روی اونها میزنین تا کاملا یک دست بشه. و بعد از این مرحله شما دیگه صورتتون آماده هستش که حالا کرم پودر رو استفاده بکنید. خب قبل از اینکه من کرم پودر رو روی صورت بزنم، قسمت تیرگی های دور چشم و روی پلک رو میام با رنگ نارنجی میام خنثیشو میکنم. در واقع تیرگی هایی که زیر چشم هستن رنگدونه آبی دارن و ما برای خنثی کردن رنگدونه آبی باید از کالر کورکتر رنگ نارنجی استفاده کنیم. اول همونجور که میبینیم با قلم میزنم و بعد با یه بیوتی بلندر کوچیک کاملا فید میکنم و چربیشو میگیرم. خب اینجا از کرم پودر شارلاتیو بری استفاده میکنم و ترکیبش میکنم با کرم پودر کلارنس. شماره کرم پودر رو براتون توی کپشن حتما مینویسم. خب ببینین وقتی که شما میخواین از 2 تا کرم پودر استفاده کنین، باید یه صفحه بردارین و به این صورت کرم پودر رو با هم دیگه مخلوط بکنین. من از این مدل قلم مک استفاده میکنم که شماره 191 هستش و به نظر من یکی از بهترین راه ها هستش که شما بتونین کرم پودر رو روی سطح صورتتون اپلای کنید.
به همین شکل که میبینید کاملا روی صورت میزنیم. نکته‌ای که اینجا هستش اگر دقت بکنید من اول بار روی کل صورت رو میزنم و آخر کار روی بینی رو میزنم. همیشه این دقت داشته باشین که روی سطح بینی رو شما باید کمترین مقدار کرم پودر رو بزنید. خب توی اینجا یه تایم کوچیک دارم بهش میدم برای اینکه یه مقدار اون خیسی کرم پودر باید از بین بره و شما میتونین با یه قلم دیگه بیاین و مثل من کاملا روی سطح پوست کرم پودرتون رو بلند کنید. البته توی مرحله شما از بیوتی بلندر هم میتونین استفاده کنین و باید ببینین که با کدومش راحت تر هستین. از دوتاش من استفاده میکنم و فرقی نداره. همونجور که میبینین فوق‌العاده قشنگ الان روی صورتش داره کرم پودر میخوابه. اگر دقت کنین من زیر چشما رو کرم پودر نمیزنم چون که زیر چشم حتما باید شما کانسیلر بزنید. خب توی این قسمت با استفاده از کانتور چرب من میخوام که به صورتش بعد بدم. در واقع ما با کانتور کردن قسمت‌هایی از صورت رو میخوایم تو رفتگی درش ایجاد بکنیم یا از وسعت اون ناحیه کم کنیم. ببینیم مثلا الان ایشون پیشونیشون من احساس کردم که یک مقداری نیاز داره که کوتاه‌تر بشه و قسمت بالای پیشونی رو که در واقع رستنگاه مو هستش رو من از کانتور استفاده کردم و توی قسمت هایی که در واقع میخواستم که سیب گونه رو بیرون بندازم زیر استخوان گونه من اومدم انداختم. حالا این خطی که الان داری میبینین که کشیدم به سمت پایین در واقع میخوام صورت رو لاغرتر نشون بدم و خطی که زیر قسمت فکش انداختم به خاطر اینه که استخوان فک رو بولد کنیم. اگر دقت بکنید من زیر چانه رو در واقع تیره میکنم به خاطر اینکه قبقب رو از بین ببرم با خطای دید. روی بینی رو هم همینطور 2 خط موازی میندازم و زیر بینی رو هم تیره میکنم برای اینکه بینی سر بالاتر نشون داده بشه و وسط بینی رو میذارم که روشن‌تر بمونه. خطوط رو به سمت ابروها فید میکنم چون که ایشون بینی بلندی نداشتن و خیلی زیبا میشد که من اینا رو وصل میکردم به ابروها. خب بعد از این مرحله من میام و با یه قلم دیگه که شماره قلم ها رو برای شما سعی میکنم حتما توی کپشن بذارم و من اصولا از قلم‌های مک استفاده میکنم و بچه‌ها واقعا ابزار خوب کمک میکنه که سرعت کار شما چندین برابر بشه و اینکه حالا به جز سرعت کار اینکه تمیزی کار شما خیلی خیلی بالا بره. اگر که شما از ابزار خوبی استفاده نکنین مطمئن باشین که اون نتیجه دلخواه رو بهتون نمیده. خب از این برش استفاده میکنم و فید میکنم به سمت بالا فید میکنم